دختر زیبایی بوس، ما تو را خداوند خلق کرده است، زیبایی را برای شما داده، برای ما را سلطان آفریده است. من سلطان اسیر زیبایی شما شده ام. پس لطف کنید، من خواستگار روان می کنم در خانه شما و شما خواستگاری می کنم. پس این را لطفاً قبول نمایید. روبا، خودت خوب میدانی که شما مشاور اعظم ما هستی و از طرف ما میروی به خانه بوز. از دخترش مؤدبانه خواستگاری میکنی برای من و به بوز میگویی که سلطان آشفته دلبخته دختر شما است. چشم سرورم، واه چشم سرورم، اطاعت میکنم. میرم به خانه بوز، با دسته گلم میرم. باید بده دخترش به شما. غلط میکنه که دخترش به سلطان نمیده. باید خوشحال باشه، خوشحال. با دخترم میگم، اون دخترم اوه اوه اوه. جناب مشاور اعظم، روبا، سلطان با شما اعتماد کرده. اگر نه به سلطان پیشنهاد کردیم که بیا از خاندان زرافه زن بگیر. هم قد بلند نجیب هست، هم با اعتماد و با وفا است، ولی دل سلطان جای دیگه. و برم خانه بوز و بوز دیگه مرا داماد خود بگیرد که بگم از طرف سلطان آمدم. سلطان مرا فرستاده که داماد شما بشم. اگرم قبول نکرد بگم با سلطان طرفی و سلطان شما را و خاندانتان را نابود خواهد کرد. جناب روبا، خیلی خوشم دکنه ازمو راه گم کده. چیز خبرایه قد دسته گولم ده. از دیست از تو که خرود عاقل نمانده. مردم عاقل تماما ناله قالش برده که خرود عاقل نمانده. دسته و جناب بوز، امروز در بار بودم. جناب سلطان خیلی سر ما ناراحت شد و به من گفتن که برو زن بگیر و رسما خود سلطان گفتن که برو خانه بز و از دختر بز خواستگاری کن و در خانه بز داماد شو. با دسته گل الان آمدم خدمت. روبا، دختر خواب شما نمیدم. دختری از من، گولی شبتل گولی عشقم اخره. تو غذای تو سر پیچه کندوش کن بکنه چکلی کنه یا. جناب گسفن، این بار شما به خانه بز می روی. از طرف من می روی به خانه بز و از دختر بز برای من خواستگاری می کنی و به بز می گویی که سلطان از گولی شاتو، کدنیلو، کمیجوی، قولق، قلقلام همه اینا را برای شما هدیه می دهم به خاطر دخترتان. به بزرگایی، برای کار خیرخانهتان آمدم. اما دخترتان را برای سلطان بده. سلطان بعد رقم عاشق و دلبخته اون دختر شما شده. سلطان گفت از کوتل شاتو گرفتن تا کمیوی و قلقلام و قلجغیر و همه ملک پیگ را هدیه می کنم برای شما.
صوفی خیلی خوشم دی، ما دختر رو به سلطان میدوم چیکار نمیدوم. ورود سلطان سلام از من بگو که من دختر خوب به شما میدم. خیلی خوشم دی جناب صوفی. قماندان صاحب قماندان صاحب گوسفند خانه بزرگتر دوی زمانا کم قطعی هم هست تو هم لغار بده بیخی. علمو کار قماندان صاحب دیگه که قماندان صاحب تو دیگه کار از تویه همون رو بیا که دانده کده بگیره چطور؟ برای خدا کمک برای خدا کمک. شیفت باکسم باید خانه بود. بچه گوسفند کجا باری؟ یک سلطان باری نه؟ خبر نداره که با قماندان این پست از مایده اینجا؟ برای خدا برای خدا کمک. ای خدا جان تشکر از تو، همه تو زیبایی قشنگی والده مدیده، همه تو نوربندی و جوانی بخشی مدیده کی والدم ری زمانا سلطان در بدر از پوش سرم. هنه توش تشکر زیاد از تو کلو تشکر کلو تشکر شما دوستای عزیز که می کانال از مرا سابسکرایب لایک فالو کنید. کلو تشکر نما شما ما را حمایت منید، ما را پشتبانی منید. هنوز پس من در ما تازه ما را تین گفته در سلطان میدوم شیرین خوری توی پس من بعد از محرم بفیره شیرین خوری و